شاطر عباس صبوحی غزلی داره که بخشی از اون غزل شامل این ابیاته: روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بشکند روزه خود را به گمانی که شب است. زیر لب وقت نوشتن همه جا نقطه نهند، وین عجب نقطه خال تو که بالای لب است. نقطه خال تو بالای لبت افتاده است، نقطه هر جا غلط افتاد مکیدن ادب است. ابیات بسیار زیباست و در بیت آخر که قرائت شد علاوه بر اون منظور اروتیک که بوسیدن لب یار هست، اشاره‌ای به یکی از آداب خوشنویسی هم داره. در گذشته وقتی که رشحه‌ای از مرکب از سر قلم بر کاغذ می‌چکید، معمولاً انگشت رو پشت کاغذ می‌گذاشتند و آن رشحه مرکب رو می‌مکیدند و این بیت اشاره به اون ماجرا هم داره: نقطه هر جا غلط افتاد مکیدن ادب است.